سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من هستم به این ویدیو خیلی خوش اومدید. در این ویدیو ما اومدیم که بهتر اینچنتمنت هایی که میشه روی 4 تا وسیله مهم زد رو با هم بریم که بهتون آموزش بدم. پس بزن بریم. خب بچه‌ها ببینید، در قدم اول من صدای این مابا و زامبیا رو کم کنم رو مخم. خب در قدم اول من یه چیزایی بهتون بگم. ببین، ما روی می دوتا اینچنت داریم به نام مندینگ و آمبرکینگ. این دوتا اینچنت خب چه کارهایی انجام میدن؟ مندینگ که الان بهتون میگم چه کاری انجام میده. ببین، مگه من خب XP مثلا اونجا باشه، خب من برم XP رو وردارم، خب دیدید این شمشیر من که مندینگ داشت یه خورده از جونش رفته بود و وقتی که من XP رو گرفتم این خودش تعمیر شد. این کاری که اینچنت مندینگ انجام میده. حالا آمبرکینگ چی کار میکنه؟ آمبرکینگ مثلا قدرت اینو زیاد میکنه، مثلا نه اون مثلا دمیجش زیاد کنه، نه مثلا دیگه کارایش زیاد. مثلا اگه مثلا این 300 تا ماب با این شمشیر بکشید مثلا میشکنه، تموم میشه این شمشیر. ولی مثلا اگه آمبرکینگ بزنی این میشه مثلا 700 800 تا. خب خیلی کمک میکنه که مثلا وسیلتون زود خراب نشه. این از این چند مندینگ و آمبرکینگ که روی تمام مثلا این وسیله، شمشیر، تبر، کلنگ و تیرکمون میشه زدش و روی خیلی از وسیله های روی تقریبا همه وسیله میشه زدش. و همچنین مندینگ این دوتا این چند تا میشه روی همه وسیله زد، مثلا سپر، الکترو، حتی شیرز، حتی قیچی روش میشه مندینگ و آمبرکینگ زد. این از این. حالا من میرم سراغ یه اینچنت دیگه به نام سویفینگ اج. این اینچنت فقط مخصوص جاوا، یعنی برای بدراک اصلا ساخته نشده و نیستش. چرا؟ ببین، ما داخل جاوا یه چیز داریم که وقتی اینو بزنی این یه حالت شمشیر، دیدید وسط صفحه من اینجوری یک چیز پر میشه. ببینید، یعنی مابا رو دسته‌ای میزنه داخل جاوا، ولی مثلا داخل بدراک اصلا هم چیزی وجود نداره. خب حالا مثلا داخل جاوا مثلا 10 تا زامبی به شما حمله کردن، خب شما مثلا اگه این چت رو نداشته باشین فقط 4 5 تاشون میتونین دمیج بدین. ولی اگر این چت رو داشته باشین 7 8 تاشون رو میتونین همزمان دمیج بدین. اینم از این چت سویفینگ اج. و میریم سراغ این چند های بعدی که میشه روی شمشیر زد. ببینید الان یه اینچنتی هست به نام شارپنس که اتک دمیج رو خیلی زیاد میکنه. مثلا نگاه کنید، اتک دمیج مثلا یک شمشیر معمولی که مثلا شارپنس 8، ولی مثلا این اتک دمیجش 11 و این خیلی قوی میکنه شمشیر شما رو. خب که خیلی بهتر میکنه. مثلا نگاه کنید، با 2 شات این مرد، ولی اگه مثلا شاید اگه این شارپنس نداشت خب با 3 شات این یا 4 شات این میمرد. خب این شارپنس خیلی به شما کمک میکنه. و این چند بعدی این چند اسمایت هستش. اسمایت و شارپنس رو نمیشه رو هم توی یک شمشیر زد. خب روی یک شمشیر نمیتونیم ما هم اسمایت بزنیم هم شارپنس. ولی بذارید کارایشون رو بهتون بگم. اسمایت خب برای ماب های مرده خب خیلی بهشون دمیج میزنه، مثل چه ماب های زامبی، اسکلتون، حتی ویدر. این چند خیلی برای کشتن ویدر به دردتون میخوره. خب ولی اگه مثلا ما مرده نباشه مثل کریپر، خب این همون 8 تا اتک دمیج معمولی خودش میده. ولی اگه مثلا ماب مرده باشه مثل زامبی، خب این از 11 تا اتک دمیج بیشتر میده. این یه خوبی داره که از 11 تا اتک دمیج بیشتر میده. ولی مثلا شارپنس 11 تا اتک دمیج مثلا بزنی میده به شما و رو همه این مابا اینجوریه دیگه. یعنی شما زامبی، کریپر، ویدر، اندر دراگون، همه اینا 11 تا اتک دمیج از شما میخورن. پس اینم از این چند فرق اسمایت و شارپنس. یه این چند دیگه هم هست به نام بن آف آتروپارز. این چند اصلا به درد نمیخوره، مثلا بهتون پیشنهاد نمیکنم بزنید چون که بهش درد نمیخوره. خب ولی مثلا اسمایت بزن یا شارپنس، به نظر همون شارپنس بزنید بهتره. ولی خب اگه اصلا داخل اوورورلد اینا خیلی اصلا کار میکنید، همون با این اسمایت کار کنه خیلی خوبه. نگاه کنید حتی اینو وان شات میکنه
ولی با این حال شارپنس 2 شات کرد. خب میریم سراغ این چند تا بعدی. این چند فایر آسپکت. فایر آسپکت 2 تاست دیگه. این فایر آسپکت چیکار میکنه؟ مثلا مابی که بهش دمیج زنی آتیش میزنه. مثلا یعنی آتیش میگیره و میسوزه. یه خوبی دیگه این چند اینه که مثلا شما اگه مثلا خوکی گاوی بکشید، خب گوشت پخته‌شو به شما دراپ میکنه. ولی اگه نداشته باشین گوشت خام دراپ میکنه و شما برید بپزیدش. اینم از این چند. خب این چند بعدی این چند ناکبکه. این چند چیکار میکنه؟ مثلا بذار بهتون بگم با این شمشیر معمولی من اینو واسهتون تست کنم. ببین مثلا با یه شمشیر معمولی بیاد جلو ببین دمیج این یه خورده میره عقب‌تر، ولی اگه مثلا من با نوکبک ببین دمیج بدم اصلا پرت شد، شوت شد، اصلا خیلی بلاک رفت عقب. این چند خیلی به درد میخوره، مخصوصا مثل کشتن کریپر که اصلا جلوتون یو بزنید پرت عقب. این چند کلا موبایی که بهش دمیج میده پرتش میکنه. اینم از کارهای ناکبک. اینم بذارم این بالا و بریم سراغ این کلا وسیله بعدی. این چند تا شمشیر تموم شد، کلا همینا بودن. حالا میرسیم سراغ این چند تا کلنگ. این چند تا کلنگ، رو کلنگ هم میشه مندینگ و برکینگ زد. مثلا کلا 4 تا این چند تا بیشتر نداره. و حالا میریم سراغ این چند تا اول. این چند تا اول مثلا نکاله من مثلا بدون هیچ این چند مثلا اینا رو میکنم. خب یه خورده ای طول کشید، ولی حالا میخوام اینو سریع‌تر کنیم. چجوری الان بهتون میگم. ببین الان مثلا روی این چند، خب روی این میگم این چند، روی این کلنگ من افیشنسی ویدیو دارم. این افیشنسی خیلی سرعت کلنگ شما رو زیاد میکنه. مثلا فرقو بهتون میگم، برای همین 2 تا چی درست کردن. نکن چقدر سریع کند این چیزا رو، کابلستونا رو. افیشنسی خیلی سرعت کلنگ شما رو زیاد میکنه. این از کاربرد افیشنسی. حالا میریم سراغ کاربرد فورچن. ببین من روی این پیککسم هیچی ندارم، این کلنگم هیچی ندارم. خب الان 4 تا دایموند میکنم. این 4 تا دایموند قشنگ 4 تا دونه بهم دایموند میدن. ولی اگه من فورچن داشته باشم این قضیه خیلی فرق میکنه. الان مثلا من این کلنگ فورچن 3 داره، حتما سعی کنید که فورچن 3 داشته باشه. اگه من این 4 تا رو بکنم، خب 7 و 12 تا قشنگ 3 برابر کرد دایموندای منو. این چند خیلی به شما کمک میکنه که مثلا موقعی مان کردن چیزی، خب مثلا الان 4 تا دونه من بلاک دایموند کردم، بهم 4 دونه دایموند داد. ولی اگه من فورچن دارم، خب به من 12 تا دایموند داد. و این حتما شما این چند روی کلنگتون بزنید، خیلی به دردتون میخوره موقعی مان کردن و مثلا دایموند پیدا کردن و اینا. اندر من جان چه بلاکی گذاشتیم. خب هم شانس ماه یاد گن میزنه به همیشه. خب این چند تا بعدی این چند تا سیلک تاش واسید نمیذارم. این چند تا بعدی چند تا سیلک تاشه. سیلک تاش نمیتونه شما همزمان با فورچن بدن، یعنی یا باید روی کلنگتون سیلک تاش باشه یا باید فورچن باشه. الان بهتون میگم چرا. اگه من این الان 6 است، اگه مثلا یه دونه با دست بکنم این الان میچره که، ولی اگه سیلک تاش داشته باشم، خب ببینید شیشه رو بلاکشو دوباره به میده. خب این چند هر چیزی که شما بکنید، خب مثلا دایموند، خب بلاک دایموند شما نمیخواد بهتون دایموند بده، میخواد خود بلاکشو بده. خب با این چند سیلک تاش شما میتونید بلاکشو وردارید به همین راحتی. اینم از این. میریم سراغ این چند منتایی که روی تبر میشه داد. بچه‌ها یکی از اشتباهاتی که من مثلا حالا میبینم، خب اینه که خیلی میان روی تبرشون شارپنس میزنن. الان نکنید روی تبر من شارپنس و اتک دمیجش 13. خب این الان خیلی قویه، خب یعنی به هر کی بزنم میمیره، ولی داخل جاوا این زیاد به درد نمیخوره. الان میتونم میگم چرا. مشکل اتک اسپیدشه. اتک اسپید این 1، ولی این 1 و 6 تامه و همین 1 و 6 تام خیلی کمکت میکنه. مثلا من مثلا به این موب دمیج بدم، خب این تا بخواد بیاد بالا، خب و دوباره که دیگه بهش دمیج بدم طول میکشه، ولی اگه شمشیر باشه سریع دمیج رو بهش میدم. خب به نظر من روی تبرتون شارپنس نزنید. خب فقط حروم کردن XPه.
زیاد کارایی نداره، همون روش افیشنسی یا سیلتاش بزنید خیلی بهتره. این نظرش مثلا نظر خودمه که مثلا هیچ وقت من این کارو نمیکنم، چون یه تا شمشیر هست مثلا روش شمشیر شارپنس میزنی، اتک اسپیدش بهتره، کلی حرکت بیشتر میشه زد. خب حالا میخوام برم یه اینچنتی بهتون معرفی کنم که اصلا به هیچ وجه مثل همین شارپنس، حالا شارپنس زده جهنم، ولی هیچ وقت این اینچنت رو نداره، چون اصلا به هیچ دردی نمیخوره. اینچنت فورچن روی تبر. ببینید الان ما خب روی کلنگمون فورچن زدیم، بهمون مثلا هر بلاک دایموند بهمون 3 تا دایموند بیشتر میداد، 2 تا دایموند بیشتر میداد. ولی ما مثلا روی تبر مثلا فورچن بزنیم چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه دونه بلاک درخت بکنیم، یه دونه درخت بکنیم، آیا مثلا 2 تا بهمون بلاکش میده؟ نه اصلا اینجوری نیست. چون مثلا اگه مثلا بوکشلف، الان مثلا من اگه مثلا با یک تبر معمولی من اینا رو بکنم 3 تا دونه بهم کتاب میده، آیا مثلا اگه من فورچن بزنم آیا مثلا این 4 تا یا 5 تا بهمون مثلا بوکشلف میده؟ نه اصلا اینجوری نیست. خب کلا مانکرفت، خب الان نکنین 12 تاش کلا 3 تا دونه من بوکشلف کندم، 4 تا دونه من بوکشلف کندم و کلا 12 تا بوکشلف، مثل همون تبر معمولی. و اصلا این اصلا سرکاریه به نظر من، ماینکرافت سر کارتون گذاشته. فورچن اصلا هیچ تأثیری اصلا نداره، کلا هیچ کار نمیتونید باش کنید. خب فقط همون الکیه. و به جای فورچن سیلتاچ بزن، اصلا اینو گذاشتم که بهتون بگم سیلتاچ. و این مهمترین کاربردی که اصلا این سیلتاچ داره اینه که شما مثلا اگه من اینو مثلا با دست چیزی بکنم بهم نمیده این کندو اصلا، ولی اگه من با سیلتاچ اینو بکنم بهم بلاکشو میده، بلاک بینست. و آره به نظر من به جای که بهت فورچن بزنید که هیچ تاثیر نداره، بیاید سیلتاش بزنید که هم میتونید برگ درخت‌ها رو باش بکنید، هم میتونید مثلا یه بینستی چیزی دیدید ورش دارید. این از این اینچنمنت های تبرم تموم شد. بریم سراغ اینچنمنت های تیرکمون. ببینید الان من خب با یک الاسته وایسید، من یه چند تا تیر واسه خودم وردارم، تیر ندارم. خب دوستان ببینید الان من روی تیرکمونم، خب هیچ چیزی ندارم. خب الان من مثلا یه تیر، 2 تیر، 3 تا تیر، من با 3 تا تیر یه زامبیو کشتم. ولی اگه شما این چند پاور داشته باشین، پاور همون شارپنسه، خب اتک دمیج تیرکمونتون خیلی میبره بالا، یعنی یه چیز فضایی میشه اصلا تیرکمونتون وقتی اینو میزنید. الان مثلا به این تیر بزنم، یه تیر، 2 تا تیر، این خیلی کمک شما میکنه، مخصوصا واسه کشتن اندر دراگون که از این زیر بزنید مثلا بکشیدش، دمیج بیشتری بهتون میده. مثلا رید از دور میتونید این پیلیجرها رو اینا رو بکشید. این خیلی اینچنت و حتما اینو روی تیرکمتون داشته باشید. و اینچنت بعدی خب اینچنت پانچ هستش. خب این اینچنت همون ناکبکه و کلا اصلا این مسیر دراز کلا برای میسازم که این کلا کار ناکبک رو میکنه. خب فقط ازش پانچ اینجا. خب اگه مثلا به این زامبی بزنم اصلا اینم پرت میشه. حالا مثلا فکر کن اینجا نرده است، خب اگه نرده بود اصلا کلا پرت میشد میرفت. خب این ناکبک یا پانچ خیلی کمکت میکنه، حتما این دوتا این چند تا داشته باشین. کلا کریپر مخصوصا واسه کشتن کریپر هم پرتش میکنه، شوتش میکنه. این چند بعدی هم فلیم هستش. این فلیم چیکار میکنه؟ مثل فالاسپکته، ما بهتون آتیش میزنه، جوری میسوزه و دیدم این چند تا خیلی کاربردیه، میگه این آتیش میگیره. خب حالا من 2 تا این چند هست که من باید در مورد این 2 تا توضیح بدم. یکی مندینگه، یکی هم اینفینیتی. شما این 2 تا این چند رو نمیتونید همزمان داشته باشین روی بوتون، یا باید مندینگ بزن یا باید اینفینیتی. کاربرد مندینگ رو که میدونید، اکسی بگیرید این تیرکمتون خود به خود همیشه. ولی اینفینیتی چیکار میکنه؟ الان من یک دونه تیر اینجا دارم و بقیه تیرامو پرتش میکنم اون. خب الان یه دونه تیر دارم و الان من مثلا باید کلا یه دونه تیر به موبی بزنم، ولی میتونم چند تا تیر بزنم. این تیرام بی‌نهایت میشه. چجوری الان بهتون میگم؟ مثلا نگاه کن، این یه تیر،
دوتا بی نهایت، یعنی همینجوری تو تا صبح با همین یه دونه تیری که داخل اینونتوری تو تا صبح میتونی همینجوری تیر وربری. چون که چرا؟ اینچنت اینفینیتی داری و این خیلی به شما کمک میکنه که وقتی زیاد تیر نداری، حتی اگه یه دونه تیر هم داشته باشین تا ابد میتونید شما همینجور تیر بزنید برای خودتون. آره این فرق مندینگ و اینفینیتی و حالا گفتم و نمیشه روی یه تیر کمون هم اینفینیتی بزنی هم مندینگ، اینو حتما حواستون باشه. این از این. حالا تمام این چندمنتامون تمام شد، تمام توضیحاتشو دادم رو مثلا هر این چندی که میشه روی شمشیر زد بهتون گفتم، روی کلنگ، تبر، اینا رو همه رو بهتون گفتم و الان چجوری اصلا اینا رو به دست بیارم. شاید بعضی نمیدونن، الان بهتون میگم. خب بچه الان من یک دونه ویلیجر دارم و اصلا میخوام مثلا این چند رو به دستم، به جایی که برم از این چندینگ تیبل، یه چیز هست که میذارم وسط یه چند تا کتاب میچینن دور برش، از اون چون اون خیلی چیز به درد نخوره، من خیلی از اون استفاده نکردم. من مثلا اولا ویلیجرها زیاد شغل و کاری نداشتن، برای همین مثلا از اون مجبور بودم، ولی دیگه الان ویلیجرها خیلی شغل دارن، مخصوصا اون جیاشون، لکتر فروشاشون. اینا مثلا میای خب مثلا یه دونه لکتر واسه این میذاری، این شغلش میشه لایبرریان. کنجا زده لایبرریان. خب این به شما اینچنت میفروشه. حالا اصلا چجوری الان اینچنت نفروخ، ولی اگه من مثلا بیام خب یه دونه چی بذارم، نکن یه دونه فدر فالینگ فروخ. این فدر فالینگ حالا واسه کفشه، حالا اون یه ویدیو جدا باید درست کنم که چه چیزایی میشه روی زره ها زد. آره اینجا هی شما انقدر این لکتر رو میذارید و میدونه تو اون اینچنت مد نظر شما الان افیشنسی 4 فروخ. خب اگه من 2 تا از این بخرم، 2 تاشون رو با هم ترکیب کنم و بزنم روی کلنگم، میشه افیشنسی وی و میتونم کلی باش سریعتر ماین کنم. بله اینم از این ویدیو و کلن. حالا اگه مثلا مشکل امرالد دارید، مثلا 57 امرالد میخواد، من یک فارم امرالدی بهتون یاد دادم خب در ویدیوی اولم، خب که لینکش هم میذارم، حتما این بالا لینکش هم میذارم، حتما برید ببینید. اگه مثلا فارم امرالد خیلی فارم ساده هم هست، حتما برید اون ویدیو هم ببینید. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو تماشا کردین. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.